گلم ببین لپتاپ اینه، به فیروزه گفتم که جلال میده به یه نفر درستش کنه. تا یه جایی به خاطرت هر کاری میکنم دیگه. ظرفیت خیر و ثوابم تموم شده. مگه من نوکر فیروزم؟ ارد میده ما میگیم چشم، یه قرونم نمیده. واقعا که جلال یعنی چی آخه؟ این حرفا چیه؟ پس انسانیت کجا رفته؟ وای خبر نداری؟ 100 سال پیش خاکش کردیم. به فیروزه بگو پول میگیریم، گردن من مردمن نداریم. خداحافظ خوشگله. رفته؟ حتما کار داشته. مثلا یه جا کار میکنی. آره خب من اعتبار حضرت آقا رو از بین میبرم. باز باید با مینیبوس برم. داداشم دیروز پیاده اومد، ماشینش خرابه. دیدی؟ اونم با یه مینیبوس رفته. باشه مامان باشه، تو فقط از آیاز دفاع میکنی. مته کیلو چنده؟ پسرم شما فرقی با هم نداری. براوو. با اینکه شب اونقدر دیر اومدی خونه اما عمل کردت عالیه. واقعا آفرین. یا شارپینار چی گفت؟ سوال نپرسیدم، پیشنهاد دادم. بذار یکم فکر کنه، فردا جواب میده. باشه. برنامه ملاقات با خانواده هم حل شد. همشون توی خونه جمع میشن، با فیلم بردار و خبرنگار با هم میریم. شنیدی چی گفتم؟ باشه. خب هدیه‌ها چی شد؟ چه هدیه‌ای؟ قراره چی کار کنیم؟ بریم پیش اون همه آدم بگیم آخه ما درکتون میکنیم؟ خیلی خوب فکر میکنم. زحمت میکشی؟ ببین ارتان، دیروزم بهت گفتم من یه آدم حقوقیم. این همه درس نخوندم بیام تو رو از درد سرات نجات بدم و جرماتو لاپوشونی کنم. پس با من اینطوری حرف نزن. اوی خیلی به دل گرفتی. خیلی خوب، بیا این کارو بکنیم. برات یه دفتر حقوقی باز میکنم تا کل روز با مجرما توی دادگاه پاسکو سر کنی. چطوره؟ حواستون به برگای خشک باشه. جدا از ظاهرش انرژی منفی دارن. من رفتم. یعنی تو واقعا میخوای اون زنه رو ببری بیمارستان؟ آره مامان. اشک تو چشم حلقه زد. یادت نره به صفیه خانم بگی فردا لباسا رو براشون میبرم. ایشون اصلا افتخار نداد جوابمو بده، وگرنه میدادم راننده میبرد. نه یه لحظه، اصلا این کارو نکنی. در مورد قضیه لباسا مطمئن نیستم، یعنی به نظرم کار زشتیه. اصلا بذار اول من با مامان صفیه صحبت کنم. فعلا. مامان صفیه. آره خوبن، خدا رو شکر. نفسی میاد و میره. اگه این میشه خوب بودن، آره خوبن. اما یاشار من دیگه نمیتونم تحمل کنم. ببین یه چیزی بهت میگم اما عصبانی نشو. بیا طلاق بگیریم. چی داره میگه عالیه؟ منظورم دروغیه، روی کاغذ، برای اینکه بتونم حقوق بابامو بگیرم. ویدانم همچین کاری کرده بود، به ذهن منم رسید. گفتم چرا ما این کارو نکنیم؟ بعدش حقوقو بهمون میدن. یاشار نزدیک بود دزدی کنم، داشتم گناه میکردم. یعنی تا این حد بدبخت شدم. جای اینکه دزدی کنم بیا ازم طلاق بگیریم. میخوای خانوادمون هم بپاشه؟ راه پیدا کردی سر دولت شیره بمالی؟ میدونم خیلی ریسک داره، اما چیکار کنم؟
از من عصبانی میشی؟ مگه من ازت عصبانیم؟ از زندگی باش. منم دارم یه راه حل پیدا میکنم. تو حداقل یه جای خواب داری، غذا داری، پس ما چی؟ کم مونده پرتمون کنن تو کوچه. یاسین گیر داده میگه برین کرایه های رو هم جمع شده رو چطور بدیم؟ یه قرونم نداریم. اصلا از اینا خبر داری؟ مگه فاروق کار پیدا نکرده؟ کی به فاروق کار میده؟ برای اینکه ناراحت نشی اینطوری گفتی. به دخترتم میگم از رئیست مساعده بگیر. از این گوش شنید و از اون یکی گوش در کرد. خب من با یاسین حرف میزنم، وضعیتمون رو بهش میگم. خوبه؟ یاسین بهمون مهلت نمیده بابا. فقط عقدمون رو باطل میکنیم، کاری نداره که. وگرنه به خدا قسم که فقط تو شوهر اول و آخر منی یاشار. مگه غیر از اینم میشه؟ هیچکی نمیفهمه. به بچه هم نمیگیم بابا، نترس هیچی. بسه، ساکت شو، بسه. تو این حرف رو نزدی؟ منم هیچی نشنیدم. یاشار، خانواده همه چیزه. هیچ وقت نباید یک پارچگیمون از بین بره. فهمیدی؟ ملاقات تموم شد. یاشار کجا میری؟ دیشب باز پارتی بودی نه؟ ساعت چند اومدی؟ خیلی خب مامان. تو هم منو مسخره میکنی؟ ویزاها چی شد؟ قرار نبود با فیلیس روشون کار کنی؟ دختره برنامه‌شو برات فرستاده، حتی جواب ندادی. خبرچین رو ببینا اومده چاقالی کرده. آره اونی که بهش میگی خبرچین شاگرد اول این رشته است، بورسی هم داره. زود بهش زنگ میزنی تا با هم درس بخونی، فهمیدی؟ باشه مامان باشه. اورهان باشه تسلیمم، شلیک نکن. مامان صفیه جون، ای بابا چرا به من چیزی نگفتی؟ اینطوری تنهایی تا اینجا اومدی؟ دخترم اتوبوس مینیبوس اینجا زیاده، من همیشه اینجوری میرم میام. تو چرا زحمت کشیدی؟ نمیشه مامان صفیه، خواهش میکنم، اصلا زحمتی نیست، واقعا ناراحت شدم. مامان صفیه لطف کنین ساعت و روزای درمونتون رو بهم بگین، خودم از این به بعد میارم میبرمتون. خودم هم نتونستم راننده رو میفرستم. بفرمایید. ممنونم. براک دخترم، لطفاً بد برداشت نکن. خیلی ممنونم که اومدی دنبالم. فقط میگم ایاز ازت خواست بیای اونجا دنبال من. نه ایاز اصلا خبر نداره. یعنی اون هیچ وقت از من همچون چیزی نمیخواد. دیدم حالش بده، خواستم کمکی کرده باشم. ایاز این روزا حالش زیاد خوب نیست مامان صفیه. برای اینکه من ناراحت نشم چیزی بهم نمیگم، اما رفتارش این روز عجیب شده. میگم شما تا حالا باهاش صحبت کردین؟ من اصلا متوجه نشدم دخترم. واقعا به شما هم چیزی نگفته؟ من هیچی نمیدونم. بگذاریم، شاید دارم زیادی بزرگش میکنم. آخه خیلی دوستش دارم. میرسل؟ فیروزه هنوز نیومده؟ ندیدمش آقا ارتان، انگار نیومده. اگه اومد نظر بیاد اتاقم. بانو خانم، آقا ارتان آدرس و شماره یکی ازم خواسته، اما من یادم رفته. الانم روم نمیشه ازش بپرسم. تو کدوم بخش کار میکنه؟ نگهبانی. یه آقای چشم و ابرو مشکی با قد متوسط، سیبیلم داره. هالوک دورسون؟ آره فکر کنم. آقا هالوک دیگه اینجا کار نمیکنه. واقعا؟ از کی؟ یه ماهی میشه. خودم برای آقا ارتان ایمیل میکنم. نه بذارین مطمئن شم منظورشون همون آقا هالوک بوده، بعدم بهتون خبر میدم. باشه.
دسترس نمی باشه. این چه وضعیه؟ اینطوری کار میکنی؟ داداش صبر کن بابا، تازه اول صبحه، بذار یکم مخم لود شه. مته حالا که به حرفم گوش نکردی اومدی اینجا، پس مثل آدم کار کن، کارتو انجام بده، نذار بقیه بگن به لطف برادرش آوردنش اینجا. نگران نباش داداش، کاری میکنم که لیاقت حقوقمو داشته باشم. باید حرف بزنیم. چرا سر حرفت نموندی؟ مگه بهت نگفتم بحث بابامه و این کارو نکن؟ تو منو امیدوار کردی. منم به بابام قول دادم، گفتم میبرمت خونه. بعدش چی شد؟ بهش دستبند زدن و برش گردوندن زندان به لطف تو. آیاز چرا؟ جواب بده، جواب منو بده. چرا به قولت عمل نکردی؟ چرا تا اونجا اومدی و باز برگشتی؟ تو کی اینقدر عوضی شدی؟ دلت به حالم نسوخت؟ وجدان درد نگرفتی؟ چند بار دیگه میخوای منو بکشی آیاز؟ چند بار دیگه میخوای منو بکشی؟ کی؟ چرا میخوای منو بکشی؟ آخه چند بار دیگه میخوای منو بکشی؟ بگو چند بار دیگه میخوای منو بکشی آیاز؟ آخه چند بار؟ کاشکی مرده بودی. یه لحظه کجا میری؟ بس دیگه، داری شورشو در میاری. آقا ارتان نمیخواد ببینه. فقط باش حرف میزنم. نزار نگهبانو خبر کنم. میرسل بذار بیاد. اومدم دیدم توی اتاقت نیستی. تصمیم گرفتم این بار دیگه اخراجت کنم. تا اینکه اومدم توی اتاقم دیدم طرح‌ها روی میزه. باور نکردنیه. پر از سورپرایزی. چطور تونستی؟
میتونستی بری جای دیگه کار کنی. رفتم جایی که کارآموز بودی، پرسجو کردم، همه عاشق کاراتن، اما الان این جایی و روبروی من. برای چی؟ ارتان، جلسه داریم، بعدش هم من یکم کار دارم. باشه الان میای. زود باش. درو ببند. از بیرون. آقا عیاز یه لحظه میای؟ ربطابم که نداری. در مورد لجباز بودنت اشتباه نکردم نه؟ نداری هیچ وقت منو از پا ننداخته. در غیر این صورت نمیتونستم درس بخونم و فارغ التحصیل شم. شاید برای شما سخت باشه اما این واقعیت زندگی منه. جنگجویی، اینو فهمیدم، اما انگیزت رو درک نمی کنم. کار کردن تو اینجا برام مهمه. میخوام اینجا با شما کار کنم. منم همین حدسو میزدم. طرح‌ها رو بردار. چون کل ساختمون شیشه‌ای از بیرون بد دیده میشه، برای همین اینجا رو یه مقدار کم میکنیم و 2 تا پرده میذاریم براش. میتونیم انباری رو بذاریم اینجا، یه مقدار فضا هم باز میشه و از بیرون بد به نظر نمیرسه. صفیه جون، به خاطر کارای عروسی وقت نکردم ازتون بپرسم. چیزی لازم ندارین؟ کمکی از دست من بر نمیاد؟ نه دخترم، هیچی لازم نداریم. خدا رو شکر همه چی هست. من اون روزم به اقبال خانم گفتم ما همه کارامونو خودمون انجام میدیم. سلامت باشی. آره خوب. آیاز خودش همه کارا رو میکنه. منم همینجوری محض صحبت پرسیدم. راستی اگه وقت دارین من و مامانم فردا یه سر میخوایم بیاییم خونتون. مامانم بهتون زنگ زده اما انگار شما یادتون رفته. آره واقعا یادم رفت. ازشون عذرخواهی کن. هر وقت خواستین تشریف بیارین قدمتون روی چشم. حتما به خاطر پیری یادم رفته جواب بدم. این چه حرفیه؟ پیری چیه؟ به خاطر کارای عروسیه. منم اینطوریم، خیلی چیزا یادم میره. کارای خونم هست، باید به اونام برسم. راستی دوست دارین خونمونو ببینی؟ میریم دنبال آیاز با هم بریم. نمیدونم، به نظرت کار درستیه؟ البته معلومه که درسته. من که خیلی خوشحال میشم. خواهش میکنم بیاین. خیلی خوب، باشه بری. به جز چند تا روشنایی به نظر من طرح خوبیه. عاقلانه روش کار شده. متوجه شدم کار خوبی کردم. به استعدادهای جوان اعتماد کردم. تبریک میگم فیروزه.
فیروزه خانم، میشه لطفاً اینو ببینین؟ میگم چیزه، میخوان اینجا رو دوباره بکشین؟ با شما هستم. باشه، هر اشکالی داره درستش کنیم، وقت نداریم. فیروزه یه دقیقه بیا. تو و آیاز با هم مشکل دارین؟ نفهمیدم. به نظر من که فهمیدی. چیه؟ هیچی. از هیچی بیشتره. ازش خوشم نمیاد. یعنی از جریان پروژه به بعد با هم نمیسازیم. ببخشید که تابلو رفتار کردم. تنها نیستی، اما مجبوریم. برو سر کارت. خبری که میخوای بدی چقدر بده؟ زود باش بگو. تو اون حادثه بیشتر از 20 بچه بی پدر شدن. اکثرشون کمتر از 18 سالشونه. بعضیاشون هم هنوز نوزادن. هیچ وقت قیافه باباشونو به خاطر نمیارن. ارتان، ما آدمای بدی هستیم؟ مگه ما کی هستیم که با یه اشتباه این همه ویرونی به بار میاریم و مردم رو بیچاره میکنیم؟ مهوش، اتفاق بوده، از قصد این کارو نکردیم که. الان هم میخوایم اشتباهمون رو جبران کنیم. اون واحدای ساختمونی که به خاطر ساخته شدن جارو دستمون مونده، خب به نظرم خانواده قربانی ها رو ببریم اونجا که خونه دار بشن. کی میریم دیدن خانواده هاشون؟ مهوش تو نمیایی. چند لحظه پیش دیدم همراه خوبی برای این دیدار نیستیم. این دل نازک بودنت اونجا به ضررم تموم میشه. با فیروزه میرم. برای چی میخواد بیاد؟ آبجی زهرا چیه؟ از باید بیای خونمون. آقا ارتان صاحب شرکت دمیرکان خب میخواد بیاد اونجا. ای بابا چرا؟ منم نمیدونم، مامانم گفت میان. خیلی خوب عزیزم، میام. با توجه به آزمایش متوجه شدیم ساختار زمین ضعیفه. طبق بررسی ما یعنی اکیپ مهندسین برای اینکه قدرت تحمل زمین بالا بره به این نتیجه رسیدیم که اول باید حفاریه پی در پی انجام بدیم.
خوب شد قهوه ها رو آوردی دخترم، بذارشون اینجا. ممنونم. آقا آیاز شما قهوه نمیخورین؟ من یه نوشیدنی دیگه باید بخورم علی آقا. فعلا سوده. با اجازهتون من برم یکم استراحت کنم. آیاز جلسه داره. میریم تو اتاقش منتظرش میمونیم. میشه اول من برم دستشویی؟ آره حتما، سمت چپه. فیروزه چه خبر؟ خوبی؟ خوبم، شما خوبی؟ ممنون. میخواستم باهات حرف بزنم. بریم تو اتاق آیاز؟ فیروزه رفته؟ همینجاست. چطور؟ یکم استراحت کنه میاد. میشه بهش بگین جایی نره؟ باید با آقا ارتان بره خونه کارگرای فوتی. نمیشه که، داریم کار میکنیم. آقا ارتان گفت هیچ بهونه‌ای نیاره. باشه اومد بهش میگم. حالش بد بود. با داداشم دعوا شد. فکر میکنم تو خونه بادش یه مشکلی داره. من دیروز نیومدم، چیزی نمیدونم. میخوام هرچی که باعث ناراحتی آیازه از بین ببرم. اگه چیزی فهمیدم خبر میدم. لطف میکنی. چی کار میکنید؟ داشتم فیروزه رو دعوت میکردم. اینم کارتمون. من خیلی ممنونم، اما فکر نکنم بتونم بیام. با چرا؟ تاریخش رو نمیدونی. شاید بیکار بودی. لطفاً دلمو نشکن. عشقم خسته نباشی. با اجازهتون. دخترم، من دنبال اتاق عیازم. همینجاست. و اینم قشنگترین سورپرایزم. مامان خیر باشه. رفتم بیمارستان دنبال مامان صفیه. بعدش تو ماشین قرار شد با هم بریم خونه رو ببینیم. تو هم با همون میای؟ آره میام. بفرمایید آقا اونزر. فیروز دخترم، حق با تو بود. یه مشکلی دارن. دیروز از مامانش اسارت گرفتم. چرا؟ باید صبر کنیم دیگه، به این راحتی ها نیست که، ولی میفهمم. باشه خیلی ممنونم. فیروزه باید حرف بزنیم. دیگه دیر شده، حرفی نداریم بزنیم. نیومدم باید گپ بزنم، اومدم بهت هشدار بدم. تو منو زمین زدی، کمک نمیخوام. از هم دور بمونی کافیه. آیا از کجایی؟ دنبالت میگشتم. مشکلی پیش اومده؟ نه، در مورد یه چیزی نظرم عوض شد، اومدم به فیروزه خانم بگم.
یادته که ارتان گفت فیروز خانم خونه رو طراحی کنه؟ آره. به همون دیدم این روزا سرم شلوغ، خودتون دوتایی حلش کنید بهتره. خیلی خوبه، بالاخره تصمیم گرفتی. بیا بریم فیروزه. الان بریم؟ آره مامان صفیه هم اولین بار اونجا رو میبینه، تو هم اونجایی نظر میدی. بریم. آره بیا آماده شو بریم فیروز خانم، زود برمیگردیم. باشه اون کاری که گفتم رو بکنیم. نه دیر بشه نمیخوام، خواهش میکنم. باشه. بلند شین برین هواخوری. به غیر از تو امروز هم نمیتونی بری هواخوری. یه تماس ضروری باید بگیرم. قرار بود به مدیر بگی چی شد؟ آخ یادم رفت. ببین داداش، هر کاری با من میکنی برام مهم نیست، اما الان بحث بچه‌امه. بابا انصاف داشته باش. اگه زنگ نزنم زن و بچه‌م میمونن تو خیابون لام هستن. مثل بچه‌های اون بیچارهایی که کاشتی؟ خونمون اینه. خوش اومدین. انتخاب آیازه، قبلا هم بهتون گفته بودم. اینجا میشه اتاق نشیمن. البته عشقم بیشتر میدونه. چقدر عالیه که از ارتفاع نمیترسین. بریم سر قضیه دکوراسیون داخلی. اول باید انتخاب کنیم دکوراسیونمون مدرن باشه یا سنتی. خط قرمز من سبک فنگ شوییه. خوشحال میشم حواست به این مورد باشه، هرچند عشقم از این چیزا خوب سر در میاره و نظرش هم برام مهمه، مگه نه؟ این خونمونه. خیلی قشنگه. رویای عشقم هر چی باشه رویای منم همونه. مامان صفیه بریم اتاقا رو ببینیم؟ باشه دخترم. بفرمایید.
اصلا دهنتو باز نکن. میخوام اینجا رو اتاق خواب کنم. میدونم کوچیکه اما فکر کنم جا میشیم. اون طرف سرمونو میذاریم، 2 صندلی میذاریم اینجا، مثلا رو به آفتاب قهوه چیزی بخوریم. قشنگ نمیشه؟ سبک دکور اینجا مینیمال باشه. اتاق به این بزرگی راحتش جا میشین. اتاق بغلی هم اتاق بچه است. در مورد اونجا هم چند تا خواسته دارم. تو اونی نه؟ آره خودشی، همون فیروزه ای نه؟ ببخشید. فیروزه همین الان بیا پایین. چشم آقا ارسان، الان میام. فیروزه کجا میری؟ راستش داداشتون اومده پایین. روز بخیر، بعداً همو میبینیم. مامان صفیه، خب کارای خونه کم زیاده، تا عروسی آماده نمیشه. فقط یه فیروزه سوار اون ماشین نشو، میخوایم برین خونه کارگرایی که تون حادثه کشته شدن. کجا میری؟ آره سوال پرسیدن نیست، جواب دادنه. رئیست منم، بی خبر از من 5 مترم ازم دور نمیشی. تکرار نمی کنم به هیچ وجه. خواهرتون به هیچ وجه. خیلی خوب باشه. نشنیدم. خودگو بزن کنار، فیروزه پیاده میشه. صبر کنید یه لحظه، چی شد؟ بزن کنار. باشه ببخشید. حرکت کن. پسر واقعا متاسفم، عجب گیری کردی. بهت نگفتم دلت بسوزه، برام یه راه پیدا کن. همه چی دست آرتانه. با کوچکترین اشتباهت همه چی رو میده دست پلیس و خال صفی هم گیر میفته. اینطوری نگاه نکن، دارم آینده رو واسط میگم. باشه سرها، تمومش کن. بسه. بعد از اینکه از دادگاه رفتی بیرون، فیروزه اومد پایین. دیده بودت. وقتی دیدمش دلم خون شد. کاش بهش یه توضیحی میدادی. چیو باید به فیروزه توضیح بدم؟ چیو براش تعریف کنم؟ هیچ وقت همچین گفتگوی اتفاق نمیفته سرهات، اینو بدون. البته تنها کاری که در حق فیروزه میتونم انجام بدم اینه که یواشکی بهش کمک کنم، گرچه اگه قبول کنه. آخه از یه طرفم میگی آرتان داره بی سر و صدا به دختره نزدیک میشه. میدونم باز
شاکی میشی، سرم داد میزنی، اما بازم میگم. میدونی کی پشیمون میشی؟ چیزیه که نصف ول کردی یکی دیگه کاملش کنه. هیچی نکن. آیا از اینطوری نکن دیگه. کجا میری بابا؟ با اسارتم رو بروشم. چرا اینقدر طول کشید؟ داریم میرسیم. باید به موقع حرکت میکردیم. فیروز سوارون ماشین نشو. میخوایم بریم خونه کارگرایی که تون حادثه کشته شدن. بالاخره اومدم. خوش اومدین آقا آرتان. بفرمایین آقا آرتان. ممنونم. متشکرم. از این طرف. ممنونم. از این طرف. منت سلامتون سر چشم. بفرمایید. خوش اومدین. خواهش میکنم. ممنونم. بفرمایید. خیلی متشکرم. بفرمایید. ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. از این طرف. بفرمایید. زود باش دخترم، دیر شد. چیزایی که بهت گفتم و یادت نره ها. آقا ارتان اومد سمتت، بگو دختر احمدم باشه. آفرین دختر. میل نداری؟ درست نبود از دور بهتون تسلیت بگم. خواستم از نزدیک ببینمتون. هر جونی که از دست رفته جون ما بود. اونا همشون از همکارای ما بودن. کاش همچین اتفاقی نمی افتاد. اتفاق نبود که یاشار مقصره. خدا ازش نگذره. الهی آمین. اون مرد آتیشمون زد. الهی خدا آتیشش بزنه. اگه میگفتن آسانسور ایراد داره خب شما هم درستش میکردین دیگه. تکنسیان همیشه باید ایرادو بگه. ایشالله توی زندان بپوسه. خدا کنه روز خوش نبینه. کاش اونم میمرد. برای چی زنده مونده؟ دوستان عصبانیتتون قابل درکه، اما بهتون قول میدم عدالت برقرار میشه. هیچ شکی ندارم. بایدم برقرار شه. هر نفسی که یاشار میکشه حرومه. حکم دادگاه کی صادر میشه؟ تو دختره کی هستی؟ تو تشییع جنازه یه شوهر زهرا دیدمه. آره خاله جون، شرکت منو فرستاده بود. چرا میلرزی؟ نترس. زهرا خوش اومدی. بیا. ممنونم. بیا تو. چیزی از دست ندادم؟ نه بیا تو، تازه اومدن. بیا. تعدادشون زیاده؟ نه والا یه دختره باهاشونه همچین شیک و پیک کرده اومده. قیافش آشناست اما نمیدونم کجا دیدمش. باشه بذار منم ببینم. آره بیا. کفشاتو در بیار زود باش. آره کفشاتو در بیار عزیزم، در بیار. آبجا فیروزه.
دوستان کسی که رفته دیگه بر نمیگرده، اما حداقل بذاریم ما یه کمک ناچیز بهتون بکنیم. میخوام به همتون یکی خونه بدم. ممنونم. خدا عمرتون بده. خیلی ممنونم قربان. ممنونم. خیلی راضی باشه قربان. خدا راضی باشه. خدا سایتون رو کم نکنه. خیلی ممنونی. یرشی جوون. پیروز خانم خوبی؟ بفرمایید بشینین تو ماشین. خدا ازتون راضی باشه آقا ارتان. فقط بگین سند خونه رو کی بهمون میدین؟ من یه پسر مریض دارم آقا ارتان. خدا خیرتون بده. شما آدم بزرگی هستین. ممنون که اومدین. خدا ازتون راضی باشه. باشه. خدا ازتون راضی باشه. خیلی آدم خوبی هستی شما آقا ارتان. آقا ارتان خیلی ممنونم. ممنون. میدونستم فقط این که ببینمتون کافی نیست. واقعا نیست. اگه اجازه بدین دوستان یه مقدار هدیه براتون آوردن که خدمتتون تقدیم میکنن. این آدما دونه دونه مشکلاتتون میشنون و به من انتقال میدن. منم قول میدم به همشون رسیدگی بشه و تنهاتون نمیذارم. خیلی ممنون. خدا ازتون راضی باشه. خیلی لطف کردی. خدا ازتون راضی باشه. آقا ارتان خیلی ممنونی. شما خیلی بزرگی. خیلی خوش تشریف آوردین. خیلی ممنون. ممنون. سلامت آقا ارتان. خدا حافظ شما. خدا از شما راضی باشه. ممنون. خدا ازت راضی باشه. ممنون آقا. خیلی آدم خوبی. خدا ازش راضی باشه. متشکریم آقا ارتان. خیلی ممنونیم آقا ارتان. بازم بیای پیش ما. زود باش برو. خدا خیرتون بده. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما. خدا به همراهتون باشه. تو هم طاقت نیاوردی نه؟ چه طاقتی؟ همه چی. حالم از بوی خونه به هم خورد. من طاقت دیدن غمشون رو نداشتم. عصبانیتشون، چیزی که از دست دادن. طاقت دیدن نگاه متعجب اون بچه‌های یتیم رو نداشتم. نمیتونستم ببینم به خاطر نداری دستشون رو جلوتون دراز میکنن و ازتون کمک میخوان. در مورد بو هم باید بگم این بو با تن من عجینه. اصلا چندشم نمیشه.